بازداشت 2 نفر از اراذل اوباش سابقه دار جنوب تهران. این 2 نفر هفته پیش فردی رو که در حال خروج از باشگاه ورزشی بود مورد ضرب و شتم قرار دادند. معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران میگه یکی از این افراد 30 مورد سابقه ضرب و شتم داره و همین 1 ماه پیش از زندان آزاد شده. چطوری آزاد میشدی شما؟ حبسش کشیدم. رو هم 10 سال حبس کشیدم. دیار رو دادم اومدم بیرون. وضع مالیتون پس خوبه؟ بله. من فقط دیدم 2 نفر با قلم بالا سرم سمتم قمر رو داشتم پرت می‌کردم و دویدم تو پارکینگ. دستتون چه آسیبایی دیده؟ تندونای دستم از کار افتاده و انگشتام کار نمیکنه. شخصی رو که سفارش دهنده این موضوع بوده که ضرباتی رو با قمه به این شاکی وارد بکنن، کسی است که در سال 97 به واسطه قتلی رو که مرتکب میشه به یکی از کشورهای غرب کشورمون متواری میشه و در اونجا ساکن میشود و از سال 97 تا الان به کشور مراجعه نکرده، خودش هم تحت تعقیبه.